دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز ساعت در دوشنبه 8. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خشونت‌ها در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را که باعث به مرگ 3 نفر و جراحت 35 تن دیگر شد شدیداً محکوم کرد. این خشونت‌ها روز 12 آگوست زمان به وقوع پیوست که در جریان راهپیمایی سفیدپوستان ملی‌گرا و مخالفانشان درگیری رخ داد. بنا به گزارش‌ها در جریان درگیری یک ماشین به سوی اعتراضگران حمله کرده و چندین نفر را پخش نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حادثه را محکوم کرد و گفت آنچه در شارلوتسویل صورت گرفت نمایش نفرت، نژاد پرستی و خشونت بود. ساسان آقای معاون سردبیر روزنامه اعتماد در ایران بازداشت شده است. وبسایت کلمه روز 13 آگوست نوشت آقای بیگاه شنبه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد. بنا به این خبر بعد نیروهای امنیتی منزل او را کافت و کاب کرده ساسان آقای را به زندان اوین انتقال دادند. ساسان آقای در گذشته سال 2009 بعد انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دستگیر شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس ایران را یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای کارمندان رسانه‌ها تصویر کرده است. دادگاه شهری دوشنبه 2 عامل دیگر زن و زنی مرگبار در پایتخت را به زندان محکوم کرد. بنا به قرار دادگاه که آخر هفته گذشته صادر شده است، فیروز دادربکوف 19 و فریدون نجم‌الدینوف 3.5 سال از آزادی محروم گردیدند. هفته گذشته دادگاه تقریباً 10 عامل زن و زنی شب 2 ینور در شهر دوشنبه را به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده بود. نزدیکان فیروز دادربکوف روز 13 آگوست گفتند که برای بازبینی حکمش به زینه‌های بالای دادگاه شکایت خواهند برد. رستم قربانov وکیل دفاع فریدون نجم‌الدینوف نیز گفت با وجود اینکه نفر تحت حمایه‌اش دست داشتن خود در این حادثه را رد کرد، ولی دادگاه او را به 3.5 سال زندان محکوم نمود. او افزود دامو جنگ تمام یو کده زدگی هم نبود، یو کده وای هم نبود، اما دوستا سیموس دادم وای همو خبره کی وای هم خدمت خواست همو درو دا بوری شدگیم اصلا اون خد خاطی مسئله جنگ کردگی نبودم هم خدمت خواست بوری چی یو کده زدگی هم نبود، دادم شگاه و مقصد زدن هم نداشت دو خواست بوری چی نمجده که سرخ شدن مخبش کدم سرخ شدن رفت. زنازنی ساعت 10 شب 2 ینور امسال میان جوانان محله 102 و 103 پایتخت رخ داده. در نتیجه آن ابراهیم خوجایف و سامان شریفوف از زخم‌های عمیق جان باختند. امریکا گفت که در نتیجه حمله هوایی نیروهای این کشور عبدالرحمن یک رهبر محلی گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان کشته شد. این حمله روز 10 آگوست در ولایت کنر صورت گرفته است. بنا به بیانیه رسمی که روز 13 آگوست در کابل صادر شد، در این حمله 3 فرمانده دیگر داعش نیز کشته شدند. جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگر به بدنه گروه تندروی دولت اسلامی است. در اظهارات او تاکید شد که عبدالرحمن نامزد اصلی به مقام رهبر داعش در افغانستان بود. رهبر پیشین این گروه ماه ایول امسال در نتیجه حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان گفت که سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. او این اظهارات را شام 12 آگوست در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در لاهور بیان داشت. نواز شریف که آخری ماه ایل با قرار دادگاه عالی پاکستان از مسئولیتش محروم شد، بار دیگر این حکم را به باد تنقید کشید. او گفت این حکم دادگاه عالی به معنی ارج نگذاشتن بر رأی مردم است. او گفت تا زمانی که سرنوشت کشورش را تغییر ندهد بازنشسته نخواهد شد. نواز شریف روز 9 آگوست یک راهپیمایی را تحت نام کاروان دموکرات راه اندازی کرد که از اسلام آباد آغاز یافته و شب گذشته به شهر لاهور رسید. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. نرخ نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی امسال 7%، در 2 سال آینده 8% و در سال 2020 حدود 10% بالا خواهد رفت. بنا به برنامه پیش بینی کرده وزارت رشد اقتصاد و سودا که با قرار حکومت تاجیکستان تصویب شده است، نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریبا 2 درم بالا رفته در سال 2020 به بیش از 20 درم خواهد رسید. کیومرثی عطا گزارش را ادامه می‌دهد. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزوده. فعلا 1 کیلووات ساعت نیروی برق به اهالی 14.65 درم قیمت دارد. در حجتی که روز 13 آگوست دسترسی شد، گفته میشد نرخ نیروی برق برای کارخانه و انشاءات نیز بالا می رود. از جمله سال 2020 به یک بارگی نرخ برق برای کارخانه و مؤسسه ها 15% بالا خواهد رفت.
حالا ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تالکا تقریباً 8 درم و در فصل زمستان تقریباً 12 درم را تشکیل می‌دهد. در همین حال حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک دستور داده است که تا آخر سال شیوه پرداخت نیروی برق را برای اهالی با اصول بیلینگی و یا پیش پرداخت گذراند. منظور از نظام بیلینگی نصب چیپ‌ها در حسابکنک‌های برقی است که به صورت آنلاین حجم استفاده برق خانواده‌ها را به مرکزی یگانه می‌فرستد و با تمام شدن پول صورت حساب انتقال برق به منزل‌ها قطع می‌شود. بنابراین ساکنان نخست در صورت حساب خود مقداری کافی مبلغ گذاشته امکان دارند تا تمام شدن آن از نیروی برق استفاده کنند. تاکنون در تاجیکستان شیوه بیلینگی پرداخت حق نیروی برق تنها در ناحیه سربند و رودکی مورد سنجش قرار داشت. پرداخت پول نیروی برق سالهاست که از مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. این شرکت قرض‌های نپرداخته اهالی را تقریباً 800 میلیون سومانی حساب کرده است. به حساب شرکت هر یک ساکن کشور از برق تاجیک تقریباً 100 سومانی قرض دار است. موضوع قرض‌های نپرداخته مردم از مایه نگرانی‌های حکومت نیز هست که در سطح بلند مطرح می شود. آغاز سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه جنبست کار حکومت از ساکنان گله کرده بود که در هر خانواده 2-3 تلفن دارند اما پول برق را نمی سپارند. تاجیکستان همه ساله قیمت نیروی برق را تا اندازه بالا میبرد که برای جیب مردم قابل احساس نباشد. با وجود توصیه سازمان‌های بین‌المللی که قیمت برق را در قلمرو تاجیکستان پایین‌ترین می‌شمارند، مقامات از به شدت بالا بردن ارزش برق خودداری کرده است. کیومرث عطابود که درباره بلند شدن نرخ نیروی برق در تاجیکستان گزارش میداد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی یک شکایت ناظر را که جفت‌های عاشق را در کوچه‌های دوشنبه بازداشت می‌کرد از کار رانده است. جامعه تاجیکستان با آنکه در آن ارزش‌های دنیوی برتری دارند، همچنین یک جامعه سنتی باقی مانده است که سال‌های اخیر قشر محافظه‌کارش بزرگتر شده است. اکثر مردم عشق ورزی جوانان را در کوچه‌ها خوش ندارند و این را عیب می‌دانند. عبدالله اشوروف در این باره جزئیات بیشتر می‌دهد. گلنور امیرشایوا سرمحرر هفته‌نامه ویچورکا و وکیل مجلس شهر دوشنبه در پی بازپرسی شدن پسرش عزیز دانشجوی کورس دومی دانشگاه دولتی چلیابینسک روسیه و دوست دخترش از سوی کارمندان پلیس در سنه 1 آگوست به وزارت کارهای داخلی شکایت برده بود. امیرشایوا روز 11 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز به وزارت کارهای داخلی دعوت شد و در آنجا با او خبر دادند که بختیار زبیروف ناظر ترتیبات جمعیتی شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت از کار رانده شده، رهبری ناظران این ناحیه از مقامش برکنار شده است. به من وعده کردند که روز دوشنبه نسخه فرمانها را در مورد این دو کارمند می‌دهند، افزود امیرشایوا. با تاکید امیرشایوا این تصمیم را امروز رهبر امنیت داخلی وزارت امور داخلی جنرال نورالله عارفزاده با او شهر داده گفته است یگان قانونی نیست که جفت‌های عاشق را دستگیر کنیم. با گفته گلنور امیرشایوا اصل موضوع به حادثه شام 1 آگوست برمیگردد که ناظران ملیسا پسرش عزیز را با دوست دخترش در کوچه میرزا ترسونزاده در نزدیکی مهمانخانه گراند اتل بازداشت کردند. پس از حاضر شدن امیرشایوا به جای حادثه، میلیس‌ها گفتند آنها را به خاطر دست به دست و بوسابوسی کردن بازداشتند. هرچند به گفته جوانان آنها تنها کنار هم می‌رفتند و بوسابوسی جای نداشت. هم صحبت ما میگوید این حادثه و روند رسیدگی به آن نشان داد که در حالت شکایت کردن و قانونی بودن رفتار شهروند وزارت امور داخلی در نسبت کارمندانش چاره می‌اندیشد. امیرشایوا گفت من قصه های زیادی شنیدم که در مورد پایمال شدن حقوقهایشان از سوی مقامات حفظی حقوق شکوه میکنند. من با آنها همیشه میگویم شکایت کنید و برای حمایت حقوقهایتان مبارزه برید. اما مشکل در آن است که همه میترسند و شکایت نمیکنند. خانم امیرشایوا افزود هرچند برخی ها میگویند روزنامه‌نگار هستند و برای همین به مشکل من رسیدگی کردند، اما اینطور نیست و او همچون شهروند از حقوقهای خود دفاع کرده است. ظاهرا در پی این ایده‌ها در یکی از مجلس‌های ریاستی کارهای داخلی شهر دوشنبه به کارمندان گفته شده است که به رفتارهای بیرون از اخلاق جوانان نیز توجه کنند و از پخش عقیده‌هایی که مقامات تنها حجاب پوش‌ها را هدف قرار دادند و از رفتار غیر اخلاقی چشم می‌پوشند جلوگیری شود. گزارش عبدالله اشوروف را شنیدید. مورد ذکر است که 4 سال پیش گروه از دانشمندان خواستار تأسیس پلیس اخلاق در تاجیکستان شدند تا از رفتارهای به گفته آنها غیر اخلاقی جلوگیری کند. صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید.
озодӣ видео намое аз воқеиятҳои рӯз аст. شما خبر و گزارش های رادیو آزادی را روی موج 107.4 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب ها را می توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.